جزیره زیبای قشم یکی از محبوب‌ترین مقاصد گردشگری کشور محسوب می‌شود. با شناخت پتانسیل‌های گردشگری، جاذبه‌های توریستی و مراکز تفریحی در این جزیره و تغییر مدل مسافر از چمدانی و برگ سبز به گردشگر و همچنین افزایش تقاضا و رشد روزافزون سفر به این جزیره، مجموعه هتل‌ها و مراکز اقامتی در این جزیره دوست داشتنی نیز افزایش یافت. بنابراین با همت جمعی از پیشکسوتان در این حوزه به منظور گسترش و پیشرفت گردشگری منطقه و تدوین سیاست‌های اقامتی و نیز حمایت از سرمایه‌گذاری در این بخش، جامعه هتلداران قشم در سال 1387 فعالیت رسمی خود را آغاز نمود. اینک این جامعه با تحت پوشش قرار دادن 80 مرکز اقامتی یکی از پرکارترین جوامع هتلداری کشور محسوب می شود. جامعه هتلداران قشم با صلوح قرار دادن رسوم و فرهنگ غنی بومیان کهن جزیره، نه تنها انتقال دهنده و معرف رسوم گذشتگان خود هستند، بلکه با میزبانی منحصر به فرد خویش سعی بر رقم زدن خاطراتی خوش از اقامت میهمانان در این جزیره را دارند. رسالت جامعه نیز تلاش در جهت ارائه خدمات بهینه به هتلداران در جهت ایجاد محیطی آرام و ارائه خدمات مطلوب و در خور شأن میهمانان جزیره قشم می باشد. لذا در ادامه مسیر پر از فراز و نشیب جامعه، هتلداران قشم